این 1600 خوار مادرتان در این سرزمین تحت ستم و دید پنجابی است. بیا اینال شب تا صبح بگو یا ورسمین خوار مادرت. این غیرت بیا اینال مرا دوز زبرو. این بکی او را جمع کو که خرابت کرده روان است. 4000 خوار مادرت امروز اسناد بر جور کرده پنجاب روان میکنه. یک ذره غیرت و همت و مردانگی و شهامت خوب است. 18500 نفر 18775 نفر این خواهر داره، این مادر داره، این فرزند داره، این طفل داره، این پدر داره، این بیکس است، این بیچاره است، نان نداره، آب نداره، غذا نداره. خودش جوانکای در بدر و بیچاره است که متاسفانه امروز صدای خودشان کشیده نمیتونه. کاکای از این وکیل نیست، مامای از این رئیس نیست، خاله از این صدر اعظم نیست، کدام پول زیاد خو نداره که یک مادرک بیچاره اردم شهید، یک پدر بیچاره کمرقات کمرش هم کمان ور دو دانه شده. جواب وزیر کی میته؟ او ملت سربلند، او مردم بزرگوار، این شرف کار داره تا در قبال یک انسان مسئولیت بگیری، مسئولیت بفهمی. کجاست برادرای افغان که امروز صدای خدا بکشه؟ اگر طالب پاکستانی هستی چی میکنه؟ این چی میکنه؟ بیادرای دبند چی میکنه؟ خوارای تک بندی کرده چی میکنه؟ غیرت وقتی که ما میگیم غیرت چرا میگن؟ معنا و مفهوم غیرت هم میفهمی یا نمیفهمی؟ انگلیس ها به ناوین مختلف، پاکستانی ها به ناوین مختلف امروز بالای حرکت کردن، امروز قصد از پیش میگیرن، امروز اذیتت میکنن، امروز ناراحتت میکنن، امروز در بدر هستی. دیگه چه باید بکنیم؟ طبعا که ما در مشکلات بسیار جدی و در بحث‌های بسیار عمیق قرار دادیم که حل کردن این مسئله من فکر نکنم کار بسیار ساده باشه و یا هم ما بتونیم از این مسئله به شکل بسیار هادی بگذاریم. امروز در فرانسه ما قادر به این هستیم یا میتونیم ببینیم که به اطلاعات میرسه که جمعی از ساختارهای سیاسی فرانسه به این نتیجه رسیدند که واژه به نام افغان از تمام شناسکارت‌های مشخص فرانسوی حذف کنند. آهسته آهسته این قصه ها امتداد پیدا میکنه، این قصه ها پیش رفته میره و مطمئن هستم ما به جای میرسیم که قوی است. دیگه چی داریم جناب آموزه بزرگوار؟ یه هم تعداد از اسنادهای مشخصی است که جمعی از مردم‌های طالب پرست، طالب پلو و استخبارات طالبا به عناوین مختلف سایت‌هایی را تنظیم کردند تحت کیس‌های کانادا و تعداد زیاد از مردم ها را شهرتشان میخواین، آدرسشان میخواین، خانهشان میبینن، شماره تلفنشان پیدا میکنن، وابستگی‌هایشان پیدا میکنن و حتی مقدار زیاد پول از هموطنان ما را به سرقت بردن. سایت های شما از طریق دریچه خود ما به معرفی میگیریم، مثل که شما در تصویر میبینین، تا جمعی از دوستان متوجه مسئله باشن. اگر در کشور خود ما زندگی میکنن و یا هم اگر حتی در بیرون زندگی میکنن، مواظب این ساختارها باشین. این عملیتر مشخص رسمی که از طرف از اونا بر شما گاگای ارسال میشه. ما مردم هم احساساتی هستیم، یک مقدار عزیزای ما در بدر هستند، بیچاره هستند. به این لحاظ ما امیدوار هستیم که روی موارد یک مقدار جدی شما پیش برین. داکومنت های زیر مطابق فرمت که ما در نظر داریم با 2 زبان یا 3 زبان نوشته میکنیم در سایت مشخص رسانه‌ای در تیم رسانه‌ای جنبش صلح آزادی در فیسبوک قرار میدیم تا شما هم از نزدیک را مطالعه بکنین، بر دوستان هم ارسال بکنین تا مشکلات زیاد به وجود نیاید و ما هم از شر تمام آفت‌ها در امان باشیم. بفرمایید دیگه چی داریم؟ ایرم خب خواندیم، دوستایی هم فهمیدن. اگر خودت هم یک تشریف بدین جناب منصف، اگر ما چیزی یک نکته مهمی که فکر میکنم ایمان دست پیشتان نی بود که تانوز یا اطلاعاتی که این یا ورسیب شامل تلفن، موبایل، نشنالیتی، فول نیم، جنسیت، پوزیشن قبلی و فعلی را در 2 فرم ثبت کردن که در مجموع تا فعلا 1132 فامیل بوده. اوکی. شامل پاسپورت، عکسایشان، شماره تلفنشان، ایمیل هایشان و آدرس های دقیق خانهشان در شهر کابل. درست. اینی که وارد من معذرت میخوام، اما باید ایره خدمت هموطنا آگاهی کنیم در مورد فعالیت و رکورد اکانت ها و بخصوص بانوها در پلتفرم های اجتماعی است. پلتفرم هایی که تعداد زیادی از اکانت های مشخص پنجابی ها که در شهر کابل فعالیت میکنن تحت اسم های مستعار و اکانت های بانوان است. اکانت های مشخص بانوانی که از داخل جغرافیا با ما در ارتباط هستند، با جمع از دوستای دیگه در پلتفرم های مختلف در رابطه با دادخواهی و عدالت‌خواهی بحث میکنن. بیشتر توسط یک گروه سایبری پاکستانی تحت کنترل است و اکانت ها را ما بر شما افشاگری میکنیم. امروز با در کنارش این دوسیه ها را که میبینین دوسیه های مشخص زندانیان است، زندانیان بیچاره، زندانیانی که جوان ها هستند، برادرای ما هستند، عزیزای ما هستند. اگر در یک سرزمین دزدی زیاد شد، اگر در یک سرزمین خرابکاری زیاد شد، اگر در یک سرزمین ناراحتی پیدا شد، اگر در یک سرزمین جرم بیشتر دیده میشه، مطمئن باشین که این مسئله ربط میگیره برای یک ساختار کو ساختار توانایی حل این مسئله رو ندارن. همین تصویرم بر من جالب میشه، معلوم میشه مرد بزرگ.
این جلسه هفتگی مقام یکی از ولایت هاست. جلسه تخصصی هفتگی این رئیسای ادارات است. این جلسه رسمی است. جلسه یا ورسه جلسه رسمی است. من چیزی به گفتن ندارم، فقط خودتان ببینید، بی‌طرفانه قضاوت کنید. این جلسه هفتواری یکی از ولایت هاست که جلسه رسمی است. والی صاحب است با رئیسا و فیلسوفا و دانشمندا. اینا فیلسوف هستن؟ خب مسئولیت یک ولایت به دست امیاس یا ورسه بخواه من چی بگم؟ خدای من چی؟ این مسئول ولایت زمین تو در اینا. جلسه ولایت است، بله جلسه مقام ولایت است یا ورسه. این قاضی کلش موجود هستن. این سرنوشت یک ولایت ما به دست امیاس یا ورسه. ببین تصمیم گیری مدیریت یک ولایت به دست امیاس و گفتن که در فیصله که در روی کوچ شوه قبول نیست، باید در زمین شیشته باشن. من یک حکمش براتون نشان میدم. خب خیلی دیگه دیگه شبیار. علیکم السلام. یه محلات مشخص خانه تعداد از عزیزایی که تاجیک هستن، تاجیکا هستن و اینا توسط سازمان‌های استخباراتی تحت دید گرفته میشن. کروکیشان به اینی شکل که در تصویر نشان داده میشه، اینا کروکیشان داده میشه و کوشش میکنن که بناوین مختلف اونا را تحت دید خودشان داشته باشن. همینطور یک چیز باشه اگه اشتباه نکنم. دقیقاً این مناطق اکثریتش ساختمان است که جمعیت زیاد دارن و بلاک هستن. به قول معروف بلاک هستن و در بحث ریکارد هم که گفتن این اینجا ما نشان ندم، این گونه ریکارد میکنن شبکه‌های مجازی را. میبینین ریکاردرهایشان روشن است. عزیزا بسیار متوجه باشین که این از اداره طالب بیرون شده. امر بالمعروف طالب و استخباراتش کار میکنه. اما تنانه به خصوص بانوان محترمه اکانتایشان را ریکارد میکنن و پیش خودشان آرشیف میکنن. بریم سر دیگه است داریم دیگه داکومنت. خب این هم تمام تعداد افسران پاکستانی هست که فعلا در بجای برادرای عزیز سربلند نیروهای نظامی ما در اینجا کار میکنن و تمامشان تذکره های تابعیت و هویت مشخص پاکستانی دارن و از جغرافیای برنامه جعل مرکب افغانستان هم اسناد داکومنت رسمی بر دست داره. خب این چی هست؟ این کدام اسناد است؟ اکثریت کسایی که متخصصی بخش کامپیوتر و تکنولوژیشان هستند. اینا کجایی هستن این بزرگوارا؟ این بزرگوارا اکثریتا از اون طرف مرز هستند و تذکرهشان بعد از حکومت خودشان صادر شده. اینجا بعضی معلومات های شخصیشان است، من نمیخوام بعضی‌ها بیشتر بگم، اما اکثریت کسایی که در بخش کامپیوتر و سافت‌ور انجینیرینگ فعلا فعال هستند بیگانه هستند، خارجی هستند. در تمام بخشا، در تمام سطح رهبری تا آخرین بخش، یعنی کامپیوتر ساینس مثلا، تکنولوژی معلوماتی و بخصوص سافت‌ور انجینیرینگ، تمامش خارجی هستند. سیستم ها را کنترل میکنن، تولز های مشخصی میسازن و در اختیار یا قرار میتن که حتی اکثریت یا تابعیت یا شناسنامه افغانی ندارن. وزیرستانی هستن، درست؟ اوش باید تصمیم بگیرن، اما تازه به اکثریت داشت، یعنی شناسنامه‌شان تازه صادر شده. خارجی هستن که آورده شدن. دیر شد. میریم کمی پیش.